چه جور آدمیه آقای خامنه‌ای؟ همونطور که کتاب نوشتم ما، حالا خیلی هم خوشم خواهند داد که چرا میگیم ما، واقعا بوده، چیزی بوده که من 40 سال پیش دیدم، نمیتونم دروغ بگم اون چیزی که من دیدم. وقتی که شهر دادم وارد سلول شدم، یه آقای خیلی خندان نشسته اونجا، بلند شد اومد استقبال من و گفتش که من سید علی خامنه‌ای هستم و میخندید. برای اینکه زود مغزم رو باش روشن کنم گفتم سلام، منم فرادی هستم اما من چپی هستم. بعد خندید و یه مقدار پتو بود و گفت بشین اینجا. حالا با هم نشستیم و از همون موقع دوستی ما شروع شد و خیلی دوستی خوبی در این 4 ماه با هم داشتیم. چون گفتین که در زمینه ادبی با آقای خامنه‌ای رفیق شدید. آقای خامنه‌ای ادبیات کلاسیک ایرانو نسبتاً اشراف داشت. ایشون میره وضو میگرفت کنار پنجره و میساد با صدای بلند نماز میخوند و زار زار گریه میکرد و من واقعا با اینکه هیچ فرد مذهبی نبودم یادم میاد که اون لحظات احساس میکردم که واقعا یک فردی داره با تمام وجودش با خدا نیاز میکنه.